این هفته خبر تو خبر داره براتون از نظامی که از ترس انفجار انبار باروت، اونم در آستانه نمایش انتخاباتش، آبل مرغون امنیت گرفته و سرتاپاش در حال لرزشه. فرمانده نیروی انتظامی هم از آمادگی کامل و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات امن خبر داد. امنیت و مسئولیت امنیت به عهده نیروی انتظامی است و حفاظت از صندوق‌های رای که برای این مسئله مهم هم همکاران آمادگی لازم رو دارن انشالله. این ترس آخوندا فقط مال فضای حقیقی نیست، تو فضای مجازی هم رفتن رو ویبره. منتظری در برنامه نگاه یک با اشاره به تبلیغات وسیع در فضای مجازی گفت دشمن از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به شدت برنامه‌ریزی کرده تا به انتخابات حمله و سلامت آن را مخدوش کند. مثلا میخوان با این حرفا و خط نشون کشیدنها ملت رو بترسونن، اما ته خط سوتیه رو میدن و وحشت خودشون برملا میشه. تو تونل وحشت مجازی آخوندا از همه چی میترسن، اما این وسط تلگرام یه جای ویژه‌ای داره. به خاطر همینم تا فهمیدن امکان تماس صوتی تو تلگرام به وجود اومده سریع قطعش کردن. تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ما همه آمدن گفتن آقا این سیستم به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل این خلاف امنیت کشوره و لذا تصمیم بر این گرفته شد که حداقل تا میاد اون نکات امنیتی لحاظ بشه و از لحاظ فنی ما نگذاریم که از این سیستم صوتی خدای نکرده به امنیت کشور یا به سلامت انتخابات ما لطمه وارد بشه. این یارو فکر اینه که به انتخاباتشون لطمه نخوره، خبر نداره که 2 قدم جلوتر ملت کل نظامشون رو چپ میکنن. از اون طرف سونامی های بین المللی هم تو راهه و تته پته های ظریف هم به راهه. ظریف با اشاره به سخنان وزیر خارجه امریکا مبنی بر اینکه امریکا مشغول بازنگری در سیاست خود نسبت به ایران و برجام است گفت برجام اتفاقا نتیجه بازنگری اسلاف تیلرسون در سیاست‌های سراپا اشتباه امریکا در گذشته در مقابل ایران و منطقه بوده است. خلاصه این که عظما تو این مخمسه‌ای که گیر کرده باید بین مرگ و خودکشی یکی رو انتخاب کنه. آبراهام دراکولا اولین فیلم خودش تو سیرک انتخابات رو بیرون داد و برای پوشوندن دستای خونیش به خانواده بازی این حرفا پناه برد. اما حالا اگه وقتی من رفتم دیدم ایشون خونه نیست من ناراحت نمیشم. اگه دیدم که اون شب غذا نیست اصلا ناراحت نمیشم. دست به آشپزی ها آقا یعنی نه کنار میاییم. ما با یه غذای ساده و اینها قضیه رو هموار میکنیم. این شامورتی بازی‌ها و ادا و اطوارا خیلی قدیمی شدن. دست این جماعت پیش ملت روه. شیخ بری هم استارت تبلیغاتش رو با سیخ و سنبه به قالیباف شروع کرد و اینطوری گذاشت تو پوز محمد باقر. بدترین درآمد برای شهرداری فروختن حقوق مردم، فضای سالم شهر، نابود کردن باغات زیبا و دیرینه شهر که هویت اون شهر را تعریف می کند تأمین کردنه. یه جوری شهر میکنه هر کی ندونه فکر میکنه این واقعا دلسوز باغات زیبای شهره. بابا بگو دنبال سهم خودم هم، خیال همه رو راحت کن دیگه.
از اون طرف جوجه بسیجی دست به کار شدن تا با این ادا و اطوارا افتتاح دوغکی پروژه ها توسط شیخ فری رو دست بندازن. به این میگن مسخره در مسخره. الله الرحمن الرحیم. طرح گوسفند پروری دانش بنیان ظفر 5 در سطح هزاران هزار گوسفند در منطقه شرق استان تهران. علی برکت الله. علی برکت الله. البته دلواپسای دونه درشت هم حسابی مشغولند و از هر فرصتی برای دراز کردن شیخ فری و جماعت جام زهری استفاده میکنند. امروز خاک مرگ بر اقتصاد کشور پاشیده شده. خب بدنش داغ نیست اما نبضش هم دیگه نمیزنه. یه روز وزیر ورزشه، یه روز فردا وزیر فرهنگه. یه چیزی شده خلاص این دولت شده بلای جون مردم. بنده به هیچ وجه اینا راشون نخواهم داد. این جماعت همشون دزدن و هیچ هدفی جز غارت مردم ایران ندارن. حالا این وسط از همه جالبتر دلسوزی شیخ فری برای مرغ اخلاقه. خیلی من مراقبم و مواظبم، به دوستان سفارش میکنم این مرغ زیبای اخلاق، به این مرغ ما تیراندازی نکنیم. هنوز مرغ اخلاق از تخم در نیومده بود که مشاور همین شیخ فری زد مرغ رو آشولاش کرد. اگر ما اجازه ندادیم در 4 سال در 40 سال مجریایی تربیت بشن که تک تک کاندیداها از اونها مثل سگ بترسن، اجازه ندادیم که همچین مجریایی تربیت، نگفتم سگ کی باشه که. یعنی بلایی که این سر صاحبش آورد این آقا گاوه نیاورد. یکی دیگه از وعده‌های کشکی کاندیداهای ریاست جمهوری تو نظام ولایت رقم سازی و رقم بافیه. مثل این آیت الله قتل عام که همینجوری دیمی میخواست 6 میلیون شغل درست کنه. ما احساسمون آن است که مسئله بیکاری کاملا قابل آن است که بحرانش حل بشه. حل این بحران رو ما در هر سال 1.5 میلیون شغل و نهایتاً در کل 6 میلیون شغل میتونه مسئله بیکاری ما رو به زیر 9% که برنامه توسعه ششم هست انشالله مطابق برنامه و قانون مصوب انشالله عملیاتی کنه. همین روزاست که تق این یکی هم در بیاد و شعبده بازیش لو بره. راستی تا دیر نشده یادی هم بکنیم از انتخابات شورای شهر تو رژیم آخوندی و این فیلم تبلیغاتی که آخرشه. فرامیا حمایتت میکنیم، مهندس فرامیا حمایتت میکنیم، مهندس فرامیا حمایتت میکنیم، نماینده عزیز حمایتت میکنیم تا خون در رگ ما. فرامیا رهبر کی؟ نماینده ما. این هم یه نگاه متفاوت به سیرک انتخابات. انتخابات 24 خرداد ایران رو چطوری میبینید شما؟ به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی. عنتری نژاد هم که رد صلاحیت شد و یه راهپیمایی عظیم در اعتراض به قیچی شدن عنتر از عظما برگزار شد. یک کاندید نخودی هم تو لیست تایید صلاحیت شده ها هست که چون کلا ناامیده و میدونه شانسی نداره زد تو خط بلغور کردن فرانسوی تا شاید یه فرجی بشه. نکاتی هم من فکر میکنم که خوب است برای مردم دنیا مستقیما مطرح بکنم با استفاده از
صحبتی که شما مطرح کردید به زبان فرانسه. Je tiens à saisir cette occasion et dès le début parler directement avec les peuples du monde. Ici, je vous parle au nom d'une grande nation, d'un pays fort ancien. این حاج آقا کرکس مرام فیس تو فیس مشتی بسیجی وارفته نشسته و داره حسرت عمق استراتژیک نظام رو میخوره که بدجوری اوراق شده. اما یمن خدا یک هدیه‌ای به خاطر مقاومتتون بهتون داده که قدر یمن رو وقتی یهو نمازو کنار خانه خدا خوندی و وقت میفهمن. ولی اگر بخواد بره جده و ریاض و اینا رو بگیره، از اینجا به بعد 400 کیلومتر کفه رمل، فقط جاده توش، چون پدافند نداره دیگه. اون هلیکوپتر آپاچیش میاد میزنه دونه شمار اینا رو برمی‌داره. این یه راه بیشتر نداره، بزنه نیروی هوایی عربستان رو زمینگیر بکنه، بعد داره چی میخواد؟ موشک زمین بزنه. و این مطلبی است که ما فراوان داریم و اون بنده خداها نداشتن. اینو به شما بگم، هر خونی تو یمن ریخته بشه این آقای روحانی توش شریک. چرا؟ چون راه رسیدن موشک به اونجا رو برجام ایشون بس. این حسرت به دلیات دردی رو دوا نمیکنه. هر چقدرم که بپر کنی آب رفته به جوی بر نمیگرده. یه سعید توسی نامی بود که قاری اختصاصی عظما بود، یادتونه؟ ببینید که این حاجی لکلک چه زوری میزنه برای که اون رو یه جوری به عنوان عمار نظام جا بزنه. عمارهای امروز انقلاب رو بشناسید کیا هستن تا شما رو از ولایت جدا نکنن. گوشتون و چشمتون به ماهواره ها نباشه. ماهواره ها سعی میکنن بهترین افراد رو که یار و یاور و عمار رهبری هستن اونا رو بدنام کنن. در سال 89 یه پرونده‌ای برای یکی از قاریان قرآن درست کردن، بررسی کردن، 6 سال پیش بود بس. دیدن نه این چیزی که بهش نسبت میدن وارد نیست، تمام شد. حالا امروز VOA و رادیو آمریکا اینو مطرح کرد، دوست و دشمن. متاسفانه گاهی ما هم آمنه دشمن میشیم. دیدی فلان آقا فلان قاری در دفتر آقا میخون فلان جا میخون، اصلا ثابت شد. میگه خودشون گفته. کی پخش میکنه؟ آمریکا دوست ماست. این سعید توسی مثلا قرار بود جلوی تهاجم فرهنگی رو بگیره و یه کارایی تو جنگ نرم برای عظما بکنه، اما همه چی برگشت تو فیس خودش. سریال جیغ و دادای آخوندا برای تخته کردن در کنسرت‌ها ادامه داره. این بار این حجت الاسلام دنبکی رو آوردن که ضمن قرقره حرفای علم الهدی یه نسخه جدید بپیچه. متاسفانه بسیاری از کنسرت هایی که در کشورمون برگزار میشه در مقام عمل از نوع موسیقی حرام هست. اگر هم قرار باشه از راه جشن ها و مراسمات مردم رو شاد بکنیم، بیایم اون مراسماتی که در فرهنگ خودمون، در فرهنگ شیعیمون اینها از سالیان قبل شکل گرفته و امروز به شکل بسیار جذابی جوانها رو به سمت خودش سوق داده، اینها رو بهش پرورش بدیم، اینها رو بهش میدان بدیم. مثلا به عنوان مثال مداحی هایی که در مجالس جشن اهل بیت علیهم السلام اتفاق میفته، آیا کم شادی در اونجا به وقوع میپیوندد؟ اینم یه نمونه از مجالس شاد مورد نظر این حاجی دنبکی که این روزا تو فضای مجازی دست به دست میشه. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی قهری با من با کی بگردم، کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی قهری با من با کی بگردم. یکی از تقلاهای لو رفته تیویریش، اونم تو ایام انتخابات، اینه که زور بزنه فضا رو خیلی آزاد و دموکراتیک جلوه بده. بعد میره تریبون آزادم درست میکنه، اما جز بسیجی‌ها کسی نمیاد و طبق معمول تیویریش تبدیل میشه به سوتیریش. ما توی یک کشوری زندگی میکنیم که بهترین امنیت، بهترین نظام، بهترین رهبری رو داریم.
ولی مسئولان همین کشور برای جوانان همین کشور هیچ برنامه و اقدامی انجام ندادن و نمیدن. توی این نظام تنها رهبر رو قبول دارم، به هیچ کس اجازه نمیدم به رهبرم توهین کنه. اگر به سخنان رهبر گوش ندیم، نتیجه کار تمام نیروهای خابیره هسته ما میشه. نتیجه کار فقر، نتیجه کار رکود، نتیجه کار تمام بدبختی مردم میشه. سینما ریش هم این روزا فعاله و کار به جایی رسیده که تو فیلماشون جنتی رو مسخره میکنن و به ریشش میخندن. اولین حمله ددمناشم منشنای من ددمنشه کرده ددمشن نیانه ددمناشم منشنای من ددمنشه ددمنشانه و اولین حمله ددمناشم منشنای من ددمنشه در پایان توجه شما رو به شیرینکاری این آشپز خوش‌ذوق جلب می‌کنیم که دل مشتری‌ها رو حسابی آب می‌کنه.